امروز نه تنها ما افسران بلکه تمامی ملت تاجیک ماتم دارد، اما او در راه دفاع وطن جان خود را نثار کرده به قسم حربی خود تا نفس آخرین صادق مانده است و همچون قهرمان به هلاکت رسیده است. از این رو ما راه افتاده نشده وعده می‌دهیم که کار او را دوام داده بر ضد دشمنان خلق ملت مبارزه می‌بریم. خداوند روحشان را شاد، جایش را جنت و گورشان را پرنور گرداند. الوداع، الوداع، الوداع. و اکنون سخن را به رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت ناحیه محترم خرمان سفرов میدیم. دوستان، برادران، خشتبار، همسایه ها، امروز تمام مردمی ناحیه برای ویدا کردن و یکی از فرزندان شجاع وطن، فرزندی که در همین ناحیه تربیت یافته است، تولد شده است، به کمال رسیده است. من فکر میکنم که رستم نه اینکه فرزندی مردم ناحیه واسه، بلکه فرزندی تمام مردم جمهوری است، چون که او در یکی از قدرت‌های اداره‌های قدرتی بزرگ جمهوری خدمت کرد. امروز همه ما و شما برای گسلانیدن این فرزندی برومندی خلق تاجیک، فرزندی که در همین بین ما و شما به وایه رسیده است، برای خیر خوش کردن، برای گسل برای آخرت حضور داریم. اگر اینجا رفیقانی پیش از من برآمد کردگی نسبتی کار فعالیت گپ زدند، رستم امکیف در همین آموزشگاه کسبی تکنیکی میگفتیم، حضور لیسه کسبی تکنیکی خوانده از همینجا به کمال رسیده است، بگیم خطا نمیشود. برای همین اگر قابل قبول باشد، من شخصا از نام شورای کهنسالان وتران‌های جنگ و مهنت ناحیه همین خیلی تکلیف میکنم که برای ابدی گردیدن نامی رستم امکیف که این برای تربیت آینده نسل نورس بسیار یک رول اساسی را میبازد، همین لیسه کسبی تکنیکی ناحیه به نام رستم امکیف گذاشته شود. چون که نامی این مرد در پیش از من برآمد کردگی رفیقام گپ زدند، همچون قهرمان بر ضد دشمنان ملت جنگیدند که این در آینده برای تربیت با نسل نورس یک بگیم که دستور می شود. برای همین دوستان عزیز، من از نام ایلو همسایه های نزدیک ما در همسایگی زندگی میکنیم، از نام خشتباران، از نام شورای سابقه‌داران با مرحوم رستم امکیف گفتنی هستم. فرزند عزیز، نام شما در صحیفه های تاریخ ابدی با حرف های زرین نوشته می شوند و هیچگاه یاد شما فراموش نخواهد شد. الوداع، الوداع رستم. دنیا می آید، هیچ خبری ندارد که کی می آید، چگونه می آید، فرزندی کی می آید. حالا در رفتن هم هیچ کس نمی داند که کی می رود. رفتن هست، همه می رود، لیکن سبب گوناگون است. حالا با این رفتنی که همچون شهید به خاطر حمایه وطن، حمایه اهل و فرزند، خانواده و حمایه این ملت و این کشور، حالا این درجه دارد که خداوند عزوجل میداند که چقدر مقام بلند در جنت باشد. خداوند عزوجل جنت الفردوس جایش بگرداند و برای نزدیکانش صبر جمیل و اجر عظیم عطا فرماید و خصوصا جوانان را خداوند عزوجل همون ننگ و آر و ناموس وطنداری، حمایه وطن، وطن دوستی، آرامی کشور را نصیب روزی بگرداند. دعا کنیم، چرا که زیاد صحبت کردن بالای تابوت خوب نیست. خداوندا این قهرمان رستم را، خداوندا جایش را جنت
و منزل دائمیش را جنت الفردوس بگردان و روحش را همیشه شاد و خصوصا حالا گفتن که یک پسر یک دختر دارد. خداوندا از این فرزندانش و باقی ماندگانش همیشه راضی و ممنونش نگه بدار. خداوندا نزدیکان و فرزندان و خصوصا پدر و مادرش را صبر جمیل و اجر عظیم عطا فرما. هیچ مصیبتی به اجر نیست. خداوندا این اجر و پاداش این مصیبت را بزرگ بگردان و برایشان آسودگی این وزنینی را که بالایشان آوردی پروردگارا آسودگی ها و سعادتمندی های زیادی را در عوض این مصیبت نصیب روزی بگردان به نزدیکانش و به تمام این مردم و به این ملت. خداوندا این مصیبت این ملت هست. خداوندا برای این ملت در عوض این مصیبت اجر و پاداش و خیر و برکت زیاد انجام بده که خود وعده داده ای که در عوض هر وزنینه من چندین سبوکی ها میدهم. پروردگارا برای نزدیکانش چندین سبوکی ها و آسودگی های زندگی این دنیا و آخرت نصیب روزی بگردان. خداوندا این کشور ما را از تمام آسیب و زیان و ضرر و گزند در حفظ و پناه خودت نگه بدار. خداوندا این جوان مردانی که به خاطر حفظ صلح و صلاح و امانی این کشور در خدمت هستند پروردگارا عمر درازی به درد با برکت و کامیابی ها و سعادتمندی های دائمی این دنیا و آخرت نصیب روزی بگردان. خداوندا آرامی را دائمی و پیشروی ها را همیشگی بگردان. خداوندا همه خائنان و دشمنان را همیشه خودت سرشته کن. پروردگارا برای خودت سرشته کردن دشمن آسانتر و سبکتر است و توان این را داری. خداوندا از رهبری دولت تا تمام جوان مردانی که در خدمت این کشور هستند پروردگارا در حفظ و پناهت نگه بدار. باز هم به نیت‌های نیکی که دارند برای خیر و خیریتی این آبادی این کشور پروردگارا همگی را موفق و کامیاب بگردان. باز هم پروردگارا برای نزدیکان این مرحوم صبر جمیل و اجر عظیم و توانمندی و قوت و نیرو نصیب روزی بگردان که این مصیبت رو به آسانی پشت سر کنند. و شاعر میگوید که خدا گر ز حکمت ببندد دری ز رحمت کشاید درهای دیگری. خداوندا این در رو بستی برای این اهل این خانواده درهای رحمت زیادت رو برایشان کشاده بگردان. اللهم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. خداوندا خودت بخشیدن را دوست می‌داری. بیامرز همگی این حاضرین را و کامیابی ها و سعادتمندی های این دنیا و آخرت را نصیب روزی بگردان برحمتک یا ارحم الراحمین.